بریم که این طرح زیبا رو صندوقچه چوبی اجرا کنیم. بعد اینکه آسمانش آبی کردی، تپه‌هایی که بهت نزدیکه تیره تر و هر چقدر تپه‌ها دورتر میشن بهش سفید و زرد بیشتر اضافه کن و روشن‌تر کن. بعد اینکه رنگ پوستشو زدی، قسمت‌هایی که لباس یا مو سایه انداخته با توناژ تیره تر سایه بنداز. با یه قلموی سرگرد با رنگ‌های تیره و روشن به لباسش بود بده. دورگیری رو با یه قلموی زیر صفر یا لاینر انجام بده. حالا میرسیم به موهاش. برای بود دادن به موهاش با یه قلموی زیر صفر ابتدا و انتهای مو رو تیره کن، قسمت وسط رو روشن کن و نور بنداز. میرسیم به چشمای قشنگش، لبای قشنگش و حالا چون قراره یه دشت پر از گل داشته باشیم، اول ساقه هاشو با یه قلموی زیر صفر یا لاینر بکش، بعد با طیف های مختلف بنفش به این شکل گلای خوشگل بذار. از برگاش غافل نشو که زیباییشو صد چندان میکنه. اینم آسمون و لپ گلیش که اول یه رنگ تیره میذارم، بعد با رنگ پوست پایم کم رنگ ترش میکنم، اتصالات رو نصب میکنیم و صندوقچه ما آماده است. همینقدر خوش. مرسی که تا آخر دیدیش.